بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. شفا در عسل، معجزه قرآن. خداوند در قرآن کریم سوره نحل آیت های 68 و 69 می فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان. و پروردگار تو به سوی زنبور عسل الهام فرستاد که از کوه ها و از درختان و از آنچه مردمان بنا می کنند خانه بساز. سپس از هر جنس میوه بخور و به راه های پروردگار خویش رام شده برو. از شکم این زنبوران آشامیدنی برمی آید که رنگ های آن گوناگون است. در آن آشامیدنی برای مردم شفا است. همانا در این مقدمه برای گروهی که توکل می کنند نشانه هست. آیا شما می دانید که عسل چقدر سرچشمه قیمت بهای غذایی به شمار می رود؟ همانه که الله آن را به واسطه زنبور عسل به آدم عطا کرده است. عاید فایده های عسل گفتنی ها بسیارند، ولی ما کوشش میکنیم که دلیل های جالب را به شما پیشنهاد کنیم. عسل تیز هضم می شود. کار روده و گرده را بهتر می کند. خون عسل را تیز می جبد. سرچشمه حقیقی قوه به حساب می رود. عسل گردش و حاصل کنی خون را انکشاف می دهد. عسل بهتر کننده طبیعی جای جراحت می باشد. عسل اکسید کننده توانا است. عسل انبار ویتامین ها و مینرال ها است. خدا حافظ دوستان عزیز و مهربان ما.